بهترین سگ آپارتمانی برای کودکان. برای داشتن یک سگ خانگی خوب و مناسب با شرایط زندگیتون باید قبل از قبول سرپرستی، خصوصیات، ویژگی‌ها و نیازهای نژاد مورد نظر خود را بدانید تا بتوانید یک همراه و دوست مناسب برای خود بیارید. سلام دوستان، به کانال فرهاد خوش آمدید. در این کلیپ ما 5 تا از بهترین نژادهای سگ را برای کودکان جمع آوری کرده ایم تا در این انتخاب مهم به شما کمک کنیم. شماره 1. نژاد شیتزو. شیتزو به اجتماعی بودن و داشتن شخصیت دوستانه مشهور است، زیرا آنها با محبت و آرام هستند. شیتزوها سگ سازگار با محیط کوچک هستند. آنها با صاحبان، غریبه‌ها، حیوانات خانگی دیگر و حتی کودکان زیر 3 یا 4 سال دوست می‌شوند. این سگ بسیار محبوب است و در سراسر دنیا پرورش داده می‌شود. به طور کامل یک سگ آپارتمانی شناخته می‌شود. شماره 2. کاوالیر. این سگ‌ها دوست دارند که شما او را بغل کنید. آنها به طرف شما می‌آیند و از شما می‌خواهند که آنها را نوازش کنید. آنها همیشه خود را متعلق به صاحبان خود می‌دانند و بسیار وابسته هستند، بنابراین خانه‌های کوچک برای آنها بهترین گزینه است. بزرگترین نگرانی مربوط به تعمیرات خانه و یا اسباب کشی است، زیرا آنها به هر چیزی به راحتی عادت نمی‌کنند و آموزش آنها دشوار است. اما اگر زمان زیادی را در بیرون از منزل با آنها بگذرانید، آنها به یک سگ قابل اعتماد تبدیل می‌شوند. نژاد بوستون. یکی دیگر از ایده‌آل‌ترین نژاد آپارتمانی به دلیل اندازه آنها است. بوستون به ندرت از نیم متر بلندتر می شود. این سگ‌ها می توانند یک غول پیکر نیز باشند، بنابراین برای عوض کردن حال و هوا روزانه نیاز به پیاده روی‌های سریع و کوتاه دارند. اما اگر بتوانید آنها را به خوبی آموزش دهید، این دوستان آمریکایی بی‌نهایت مهربان و دوست داشتنی خواهند بود. شماره 4. نژاد باسنجی. وقتی همسایه‌هایی در واحدهای نزدیک در یک مجتمع و دیوارهای نازک دارید، گزینه بسیار خوبی است. این سگ که به پارس نکردن و بی سر و صدا بودن معروف است، به ندرت از 60 سانتی متر یا بیش از آن بلندتر می شود. اما مراقب باشید، هنگامی که برای مدت طولانی تنهایش بگذارید خرابکاری می کند. شماره 5. نژاد بولداگ. بولداگ شاید به دلیل تنبلی مشهور باشد، اما این آنها را به سگ مناسبی برای آپارتمان‌ها تبدیل کرده است. یک پیاده روی کوتاه برای همه بولداگ‌ها در هر اندازه‌ای که باشند کافی است. آنها یک نژاد سگ فوق‌العاده ملایم هستند و به ندرت از 50 سانت بلندتر می‌شوند. دوستان عزیز، برای حمایت از کانال لطفاً لایک و ساب اسکرایب فراموش نشه.